سلام بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی که در پخش مستقیم تقدیمتان می شود. امروز 7 فوریه است و شما را به تماشای این خبر و گزارش‌ها دعوت می‌کنیم. جسد طاهر جان را در محبس سیبیر آویخته پیدا کردند. نزدیکان به خودکشی این زندانی شکنجه شده باور ندارند. در تاجیکستان سال گذشته 3 میلیسا، یک مرزبان و 3 مامور آژانسی برای معاملات با مواد مخدر بازداشت شدند. کوشش میکنیم که کمبودی که در سال 2023 بودن آن را برطرف کنیم. و میخواهید به تاجیکستان بنزین بیارید، از اول 4 میلیون سومانی حق واردات را سپارید. دولت باور دارد که صفت بنزین بهبود می‌یابد. بنزین ارزان از دیگر دولت گرفته میآید. در اینجا موافق نیست. مقامات روسیه گفتند طاهر جان بوقیف، محبوسی که از شکنجه در زندان رقم 6 ایرکوتسک شکایت داشت، خودکشی کرده است. بر اساس شکایت او 3 کارمند محبس را برای شکنجه و تجاوز به ناموس او جزا داده بودند. طاهر جان بوقیف با گناه دزدی سلاح در سال 2019 به 7 سال زندان محکوم شد. نرگیز بوقیف و خواهر طاهر جان بوقیف به بخش روسی رادیو آزادی گفت ماموریت محبس روز 6 فوریه از او خواستند جسد برادرش را بگیرد. با او گفتند که طاهر جان خود را به دار آویخت. رسانه‌های محلی نوشتند که طاهر جان شهروند روسیه بود، ولی معلوم نیست که در گذشته شناسنامه تاجیکستان را داشته است یا از ازبکستان را. او در نامه آخرین خود از محبس از تمام آدمان بی‌پروا خواهش کرده بود که برای رفع پیامدهای خشونت در محبس برایش مدد کنند، چون نمی‌خواهد در زندان بمیرد. از این رو نزدیکانش به خودکشی او شبهه دارند. امروز در آذربایجان انتخاباتی پیش از مهلت پرزیدنتی جریان دارد. برای کرسی ریاست جمهوری 7 نامزد و از جمله پرزیدنت آذربایجان ایلهام علیف مبارزه میبرند. تحلیلگران میگویند در میان نامزدها یگان رقیب حقیقی برای علیف وجود ندارد. 2 حزب اصلی مخالفان، مساوات و جبهه مردمی آذربایجان از شرکت در انتخابات دست کشیدند. همکارم خیرامان بقازاده گزارش میدهد. صبح 7 فوریه در آذربایجان انتخابات پرزیدنتی پیش از مهلت شروع شد. درباره برگزاری آن ماه دکبر سال گذشته پرزیدنت ایلهام علیف قرار قبول کرده بود. او از سال 2003 در این کشور غنی از نفت قفقاز جنوبی رهبر است. انتخابات‌های گذشته در این کشور برای قانون شکنی و تقلب افزون و نبود رقابت واقعی تنقید شده است. در زمان رهبری ایلهام علیف که حالا 62 ساله است، همه گونه فعالیت‌های سیاسی و حقوق انسان سرکوب شد و مخالفان پشت پنجره رفتند. بعد از پیروزی ارتش آذربایجان بر نیروهای ارمنی و تأمین نظارت پره بر منطقه جدایی طلب قره‌باغ کوهی در ماه سپتامبر سال 2023 میزان محبوبیت علیف بالا رفته است. او شتابکارانه می‌خواهد با برگزاری انتخابات پیش از مهلت ادامه حضورش را تأمین و ماندنش را در قدرت قبول قانونی بپوشاند. انتخابات پرزیدنتی در آذربایجان باید سال 2025 برگزار میشد. این نوبت آوازدهی در قلمرو قره‌باغ کوهی هم برپا خواهد شد. از این منطقه تیر ماه سال گذشته بیش از 100,000 ارمنی فرار کرده، بسیاری از گوشه های آن بی آدم مانده است. بسیاری از رهبران سابق قره‌باغ کوهی از جانب مقامات آذربایجان حبس شده اند. همکارم خیرامان بقازاده گزارش میداد. ضمناً فردا در پاکستان انتخابات پارلمانی برگزار می شود. اما ظاهراً این معرکه سیاسی در شرایط ناآرام صورت خواهد گرفت، زیرا از حال در این کشور ترکش ها به مشاهده می رسند. کامر سیاتو با جزئیات بیشتر. بر اثر 2 ترکش در ولایت بلوچستان پاکستان بیش از 20 نفر کشته شدند. حادثه روز 7 فوریه، یک روز پیش از انتخابات پارلمانی پاکستان در دفتر نامزدها روی داد. مقامات گفتند که 10 نفر دیگر مجروح شدند. ترکش اول در ناحیه پشین در نزدیکی‌های سرحد پاکستان با افغانستان رخ داد. در نتیجه آن دست کم 12 نفر جان باخته و 30 تن دیگر زخمی شدند. خادم امنیتی ولایت بلوچستان بر رادیوی مشعل بخش پاکستانی رادیوی آزادی گفت که ترکش در نزدیکی‌های دفتر نامزد به انتخابات و سابق وزیر ولایتی اسفندیار خان کاکر رخ داد. خود نامزد در حمله آسیب ندیده است.
ترکش دوم در نزدیکی دفتر کاری مولانا عبدالواسع رخ داد. او نامزد از حزب دینی جمعیت علمای اسلام است که اعضایش در گذشته هم مورد هدف قرار گرفتند. در این حادثه بیش از 10 نفر کشته شدند. هنوز هیچ گروه مسئولیت حمله را بر دوش نگرفته است. در این منطقه در چند ماه اخیر چند گروه از جمله ارتش آزادیخواه بلوچستان، گروه اسلامی تحریک طالبان پاکستان و گروه تروریستی دولت اسلامی حمله ها انجام دادند. روز 5 فوریه امسال هم در سرحد پاکستان با افغانستان در ولایت خیبر پختونخوا 10 افسر پلیس کشته شد. ماه ینور در بلوچستان 4 افسر پلیس و 2 غیر نظامی از دست حمله‌وران ارتش آزادیخواه بلوچستان به قتل رسیدند. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. در یک سال گذشته چند تن از کارمندان نهادهای قدرتی تاجیکستان را با اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کردند. از طرف دیگر مسئولان آژانسی ضد مواد مخدر ضمن نشست خبری در روز 6 فوریه اقرار شدند که 3 زیرتابع آنها در ولایت ختلان با اتهام فساد از طرف ماموران کمیته دولتی امنیت ملی به دست افتادند. تفصیلات در گزارش همکارم امیر سایف. آژانسی نظارت مواد نشوار میگوید در سال گذشته 4 کارمند نهادهای قدرتی تاجیکستان با مواد مخدر بازداشت شدند. شوکت کمال‌الدین‌زاده سردار ریاست تفتیشاتی این نهاد گفت 3 نفر آنها کارمندان ریاست آژانسی در ولایت ختلان بودند. از 4 نفر 3 نفرش کارمندانی وزارت کارهای داخلی میباشند، 2 نفرش کارمندانی در ولایت ختلان قرار داشته، 1 نفرش در ولایت مختار کوهستان بدخشان، 1 نفر کارمند مقامات این کارمند قشن‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی میباشد. این امور در حال رسما بیان می شود که 19 ینور پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در جلسه شورای امنیت تاجیکستان کار مقامات قدرتی را در ولایت ختلان سخت تنقید کرده چندین راهبر آنها را یکباره برکنار نمود. مدیر آژانسی نظارت مواد نشوار صمد ظفر این تنقیدها را درست شمارید. در حقیقت کمبودی است. در یک جایی با تمام کارمندا کوشش میکنیم که کمبودی که در سال 2023 بودن امرا برطرف کنیم. اما صمد ظفر در مورد کمبودی‌های سال 2023 تفصیلات بیشتر نداد. با آنکه رسانه‌های خارجی داشتن نزدیکان منصبداران والامقام تاجیکستان را در تجارت مواد مخدر ذکر می‌کنند، مقبل شاه میسر چنین گفت: وابسته به این ما چیزی که قید میکنن در روزنامه و یگان دلیل ندارم. ما تنها مثلا طبق قانون جمهوری تاجیکستان شخص عیبدار دانسته میشود بعد از حکم صلح و این خیلی مسئله را ما یگان چی گفتن نداریم، مطمئن که بهادی و گفتن و دیگر هم نداریم. همزمان آژانسی نظارت مواد نشوار نزد پرزیدنت تاجیکستان از افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان اظهار نگرانی کرد. نهاد مذکور در پایان سالهای 90 در دایره همکاری تاجیکستان با سازمانهای بین المللی برای پیشگیری از ورود مواد مخدر از افغانستان زیر حکومت طالبان تأسیس یافت که تا سال 2022 از سوی سازمان ملل متحد مبلغ گذاری می شد. از سال 2023 به این سو این نهاد از بودجه تاجیکستان سرمایه گذاری می شود. برنامه را ادامه می‌دهیم. شام امروز و تا چند دقیقه دیگر در دایره بازی جام آسیا 2023 تیم ملی ایران با قهرمان فعلی آسیا یعنی قطر برای راه یافتن به مرحله نهایی رقابت می‌کند. پیروزی این بازی با تیم اردن بازی می‌کند که دسته تاجیکستان و کره جنوبی را شکست داد و یک قدم دیگر تا قهرمانی دارد. با وجود بازگشت تیم ملی تاجیکستان به کشور هنوز هیاهو درباره بازی آنها ادامه دارد. همکارم طاهر سفر صحبت داشت با علیشیر امینов کارشناس فیفا درباره فوتبال بازان تاجیک و آینده فوتبال در تاجیکستان و از او اول درباره سبب‌های بازی خوبی تیم ملی کشور پرسید. Ну, здесь совокупность факторов. Прежде всего,
در اینجا چند عامل بود که به فوتبالبازان تاجیک کمک کرد که به این حد برسند. بدون شک اینجا پیش از همه سهم فدراسیون فوتبال کشور و البته حاصل کاری متخصص خارواتی بود. او توانست که تیم را نه تنها به مرحله اساسی بازی ها رساند بلکه نتیجه سزاوار به دست آورد. می توانم بگویم که مربی روحیه بازیگران را جدا بالا برده بود و بچه ها هم می توان گفت که تیمی یک دل بودند. روحیه بلند هیئت مربیان و تمام دسته در جریان مسابقات مشاهده می شد. به نظر شما یا فوتبال بازان تاجیک می توانند دستاوردی را که در قطر نشان دادن در بازی آینده بین المللی نشان بدهند؟ اینجا احساس من به حیث یک مخلص پایان می‌یابد. ما اینجا باید به نتیجه های هنرنمایی واقع بین باشیم. در واقع تیم تاجیکستان یک کاری ناممکن را انجام داد، چون که اگر واقع بینانه به وضع فوتبال در تاجیکستان نگاه کنیم، چه فوتبال بچگانه و نورسان، فوتبال کسبی، آماده کردن متخصصان، وضع مادی و فنی به نتیجه صاحب شده فوتبال بازان موافقت نمی کند. از این رو من بسیار امیدوارم که این دستاورد تیم ملی برای انکشاف تمام ساحه فوتبال تکان جدی می شود. بینندگان عزیز، مصاحبه کامل با الشیر امینوف به زودی در وبسایت رادیو آزادی و همین کانال آزادی ویدیو نشر می شود. در توجیکستان من بعد از وارد کنندگان بنزین شهادتنامه طلب کرده می شود که ارزش آن بیش از 4 میلیون سومانی بوده است. شرکت های وارد کننده وظیفه دارند هر سال همین مقدار مبلغ را به مقامات سپارند تا برای آوردن بنزین حق پیدا کنند. این تغییرات به نرخ سوزشواری و عموما بازار مواد سوخت چه پیامد داشته می تواند؟ پاسخ را در گزارش همکارانمان الشیر ظریفی و برادی صوفی می بینیم. از 1 январи имсол ширкатҳои воридкунандаи бензин барои овардани ин навъи сӯзишворӣ бояд аз идораи Тоҷикстандарт шаҳодатнома бигиранд. Суҳроб Ашурзода, намояндаи Тоҷикстандарт, рӯзи 5 феврал гуфт, нархи шаҳодатнома 60 000 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё зиёда аз 4 миллион сомонӣ пешбинӣ шудааст. соҳибкорон дар гузашта як далели афзудани нархи маҳсулоти воридотиро ба бештар шудани харҷҳояшон вобаста медонистанд. صرف این مبلغ بودجه است، همون 60 000 نشان دهنده که پرداخت کرده می شود برای دستگیری بودجه دولتی است و تحلیل نشان دادن که نه قدر تاثیر منفی می رساند به نرخ بنزین، یعنی برای واردات. و شرکت هایی که وارد درخواست پیشنهاد کردن از اون جمله گازپروم نفت و سورو اویل و دیگر شرکت هایی که هستند. раҳмоншоҳ мирзоиён, муовини аввали раиси Тоҷикстандарт мегӯяд, шаҳодатнома барои овардани бензин бори аввал ҷорӣ мешавад. пештар танҳо воридкунандагони гази моеъ чунин санадро дастрас мекарданд. бензин талаботҳои худша дорад ва ба хотири ӯ ки соҳибкори мо фиреб нахӯрад, бензина аз дигар давлат гирифта инҷа меораду талаботҳое ки дар регламенти техникии мо ҳаст намегзарад. талаботҳое ки дар Тоҷикистон муайян карда шуданд ба он мувофиқ нест. бензини арзон аз дигар давлат гирифта меояд, дар инҷа мувофиқ нест. ин зарари ҳам худи соҳибкор аст, ҳам албатта бензини маҳсулоти пассифат зарари ҳам экология ва ҳам дигара дар ҷумҳурии мо мешавад. дар Тоҷикстандарт ҳарчанд иддао доранд ки талаботи дарёфти шаҳодатномаи ворид кардани бензин ба нархи ин маҳсулот дар дохил таъсир надорад, вале таҳлилгарон чизи дигар мегӯянд. таъсир мерасонад, чаро намерасонад. ин ҳозир агар масалан бензини ҳамун 92 10 сомон бошад, оли агар ки ин нарх ҳамонанд, ҳатман 11 1 сомон 2 сомон болоила мемонад. ҳамун газам ҳамун хел ба 7-8 мерасад. таҳлилгари тоҷик бар ин назар аст ки нархи муайян кардаи мақомот барои дарёфти шаҳодатномаи ворид кардани бензин метавонад боиси аз бозор берун шудани ширкатҳои заифтар гардад. дар Тоҷикистон бештар аз 10 ширкат ба овардани бензин машғуланд. ба иттилои масъулони Тоҷикстандарт, то ҳол Газпромнефт Тоҷикистон ва Орё Тиҷорат шаҳодатномаро барои овардани бензин дастрас карданд. талаботи гирифтани шаҳодатномаи нав дар пайи қабули қонун дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ сурат гирифта, ташаббускораш ҳукумати Тоҷикистон аст. دوستان عزیز، برنامه امروز اخباری آزادی رو به پایان میبرم. تشکر که این 15 دقیقه با ما بودید و خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایتمان azadi.org دسترس نمایید. همچنین صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک و ادناکلاسنیکی در خدمت شماست. اگر خبر و عکس و نواری دارید برای من فرستید تا ملاقات فردا. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.